الله پاک بخشنده مهربان نام. السلام علیکم رحمت الله و برکاته. واجه شروع کنیم برای حلقه سچانم بیش سر جنه کنیم امتحان کنی. واجه 22 سوال. 22 سوال همشه چه دلیلی داریم که الله تعالی پیامبران بیشتری را مبعوث ساخت، لیکن ما از نام آنها اطلاعی نداریم؟ چه دلیلی هست که الله تعالی تمام پیامبرانی گیرترین پیغمبرانی مثلا گمنام مثلا قرار دادن که ما چون هیچ اطلاع، هیچ خبر، هیچ شکی نداریم، معلومات چون نداریم هیچ. به چی واسطه مثلا این پرده یرکت الله تعالی؟ بیشک تعداد پیغمبرانی که 25 اندازه 25 تا چه گیرتر بیتگن، ولیکن الله متعال نام و داستان آهانی با ما ذکر نکته، پرچیا که فرمانی الله تعالی ما قرآن توکه وشگین و رسولا قصصناهم علیک من قبل و رسولا لم نقصصهم علیک. سوره نساء 164 آیه. یعنی پیغمبرانی که سرگذشت آنی مکه را پیش چمای مکه را با ما تعریف کتا گو پیامبرانی که سرگذشت آهنی بیانی نکتا نگوشتگی و فرمانی الله تعالی ما قرآن تو که ولقد ارسلنا رسولا من قبلک منهم من قصصنا علیک و منهم من لم نقصص علیک. غافر 78 آیه. یعنی ما پیش چطور رسولان دیم داتا سرگذشت گروه چاها بتو بازگو کتا گوشته و گروه بتو بازگو نکتا بیانو نکتا نگوشته. و سوال 23 کجا پیامبران در حدیث نام آهانی بیان بیته؟ 1 شیش علیه السلام، 2 یوشع بن نون، 3 حضرت خضر علیه السلام. 24 کجا یک نبوت آنی مشکوک هسته؟ مشکوکه. و 1 ذوالقرنین، 2 توبه، 3 هزر علیه السلام. البته قول آنی اشن که آب پیامبر بیتگن. 25 آیا کسی زاند بوشی که ذوالقرنین و پیامبر تابع پیامبری بیته، نام آیوش پیامبری بیته و بهتر است در مورد نبوت ذوالقرنین و توبه توقف بکنه، یعنی زیاد آنی تعریف من کلام مکنه. خیر دیما چانی چی وشم. این سوال 26 آیا مردم تونتین که یک پیغمبری قبول مکن بپذیری، یعنی قبول بکن و پیامبر دیگری یا ایدگر قبول مکن؟ یک کفری گوڑا کتا. یکی چه پیامبران انکار و انکار کنگ کفر کنگی، باید با تمام یک حساب ایمانی داشته بی. همه پیما که الله متعال گوشی قوم نوح پیامبران و تیگان نمان نتگنتی. سوره شعراء 27 چه نیازی با پیامبران بیده؟ ابن قیم رحمت الله علیه در رابطه به نیاز مردم پیامبران
و آنی سوچدایگ واسطه راهنمایی کنگ واسطه دیم دایگ بیتگن و شک بیتگن چایشان فهمیده چایشان چی فهمک بیگن که بندگان پیش چه هر ضرورت نیازمند بیتگن که پجا بیارن پیامبران الله تعالی و برنامه و شریعتی که بیته آهن راهنمایی کتگن که گونوت آورتگن ته گونشان اخبار و دین واسه الله تصدیق کتا بیان کتا تعریف کتا و فرمان آهنی که باید اطاعت بکنن یعنی فرمان برداری بکنن پرچیا که در دنیا و آخرت هیچ راه بسوی نیکبختی و رستگاری نیستن جز به دست پیغمبران با وجود نیاد که هیچ راه به خوشنودی تشخیص پجارک نبی دقیق پاک و ناپاک آنها ما را سوچ داتا راهنمایی کتا مگر چه طرف آنها فقط به وسیله آنها رضا الله متعال به دستا کہتے چه پیما اخلاق نیک کردار و گفتار پاک درست تنها راه روشن شریعت آن هستند پس اشان معیار یعنی گیرسر برتری هستند و گفتار آهانی اخلاق گو آهان باید مردم یاد بگیری و آهانی باید پیروی مردم بکن اگر آهان دنبال گیری مکن گمراه بیته چه هدایت ها چه باز مانیته چه راه هدایت ها چه جدا بیته نیاز هر انسانی بشر با آنها نیازمنده نیاز بدن به روح نیاز هسته و چما پر نور نیاز روح به زندگی گیشتر هسته خلاصه هر ضرورت نیازی هستیم به یک چیزی فرض کنید نیاز بشر به پیغمبران سک چاها گیشترین تا که راه راسته نواتی که در بگی جان کو راه مروان شخص تصور کنتے کہ ترا راہنمائی من کنگے راہ راستے نہ ترا سوچ دیں گے اگر با یک چم بهم جنگے ترا راہنمائی نکند قلب تی فاسد بیتے و با مانند یک ماهی هستن که با مانند یک ماهی هستن که بی آپا فاصله بگیری ما زر پیتو که تو ایری بکنه هما دمان آی دل لگی پا جنگا و کب چشیا پیغمبر آیا راهنمایی و راها چه فاصله گریتے که پیغمبران آهان راه آیا هدایت ہیں راه هدایت آیا سوچ دانتے پرچه که آزمانی که پیغمبران مردم سوچ داتا پیغمبر بابا راه چیوشی مردم گمراه بی همه پیما شاید گشته چشان هم هستن لیکن تنها قبلی چشان درک من کننگه که زنده مردم احساس کنتے پرچه مرده احساس درد گوشی نکنتے مردمی که زندگی آئی احساس درد کن مردمی که بیمیری پرچه آئی گوشی احساس درد نکن حال اگر سعادت دنیا و آخرت انسان به هدایت و برنامه ریزی پیغمبران علیه السلام وابسته هسته به هر کسی که دلسوز و خیرخواه تی خیرخواه هستن باید آیه بلوٹی آئی نجات
حاصل بکن واجب این که اندازه چه هدایت راه و روش و احوال اشانیگا باید یاد بگیری چه جاهلان جدا ببیتن جدا بکن و تارا در شمار پیروان و حزب اشانی قرار بگیریتن. یہ هم مزنه بزرگی هستن اشانی همراه داریا دست الله متعال هستن به هر کسا بلوٹی بخشی الله متعال و الله تعالی وتی فضل مزنی هستن. من که کلیپ مزن بیا و سارو 11 دقت خورده و جان چهارم بار این شما ارسال کنم 28 چیه ما شرط ترجمه کت نکنم بله خیر سلامت باته 28 یاد کو استاد باره